سلام و احترام خدمت دوستان ارجمندم. متشکرم که همچنان من رو دنبال میکنید. دومین برنامه از سری برنامه‌های مغالطه رو در میانه برنامه‌های در واقع زبان ساده تئاتر در خدمت شما ارجمندان هستم. خب بر تقدیر یک مغالطه بسیار عجیب و غریبی داره در صور مغالطه در یک سریالی اتفاق میفته که حالا متاسفانه گفته شده ممنوع و در چند کشورمون رو ممنوعش کردن. البته دلیلشون هم به خاطر اینه که انسجام بین سنی و شیعه از بین نره، به خاطر اینکه یه مقدار سریال خاصه جانبدارانه به تاریخ نگاه بکنه، هرچند که تاریخ خودشه و در همه جا هم نگاه های تاریخی بهش شده و خیلی هم همه در واقع در دولت ها ناراحتن و دلگیر که چرا چنین نگاه جانبدارانه ای شده و یک سری مغالطه ها صورت گرفته در تاریخ و برخی هم میگن تاریخشونه، دوست دارن با تاریخشون هر کاری که دوست دارن بکنن. من یک مطالعه اخیراً کردم، یه سری موارد رو دیدم که دوستان در فضاهای مجازی وایرال کرده که بعد دیدم دقیقاً نکته‌ایه که میشه با کمک از هوش مصنوعی به اون قضیه رسید. خب شما وقتی میایید صحبت از این میکنید که این یک سریال درسته یا غلط، مبنای درسته یا غلطیتون چیه؟ من متاسفم که اگرم میگن نبینید، متخصصا باید ببینن. الان ما چند تا منتقد سینما داریم که فقط کارشون اینو بیفتن به جون سینمایی ایران، کارگردانای سینمای ایران، بازیگرای سینمای ایران، یه بازی مثل قدیم تیله‌بازی میکردن، اون یکی شوم میذاشت اون میزد اون میگفت شوم شوم بالا قاقت، همینجوری با هم دیگه انگار یه تیله بازی دارن میکنن، یعنی یک بازی سخیف که واقعا نه کمکی به تئاتر میکنه، نه کمکی به سینما میکنه، نه کمکی به روند چگونگی ساخت سینما میکنه. طرف میاد میشینه من این فیلم رو دوست دارم، میگه من دوست دارم، تو منتقدی، تو اصلا حق نداری نه دوست داشته باشی نه دوست نداشته باشی، تو باید بیای سر ناسره رو اصلا جدا بکنی. در رابطه با ماوی حالا چون ممنوع هم شده دیگه بد از بدتر، یعنی خود این که ممنوعه شده، میوه ممنوعه ما رو باعث حبوطمون شد. پس در واقع وقتی خداوندگار عالم هم چیزی رو ممنوع کرد، میخواست ما رو به جایی برسونه که حالا بار هستی رو دوشمون بندازه. پس خدا هم میدونست که ما اگر گفته اون سیبو نخور، اون نمیدونم انگور رو نخور، اون نمیدونم هر چی انجیر رو نخور، هر چی که گفته اون میوه هر چی بوده، میدونسته که بالاخره آدم و حوا اون رو میخورن. خب مثل اینکه یک طنز دیدم که میگفتش که حوا به آدم میگفت میخوام یه غذا برات درست کنم، میگفت چی؟ میگفت مربای سیب. میگفت آقا جان سیب رو نخور، خدا گفته نخور. میگفت پس مارمالاد. میگفت خوبه. مارمالاد چی؟ میگفت مارمالاد سیب. میگفت گفته سیب رو نخور. میگفت خب پس خورش برات درست میکنم. میگفت خوبه. خورش چی؟ میگفت خورش سیب. میگفت عزیزم سیب رو قرار شده نخوری. ببینید یعنی خود خدا به ما اجازه میدهد، حالا برای اون دوستانی که خدا باور هستن، چون ما که قرار نیست به عقیده حمله بکنیم، که به ما اجازه میدهد که ما ظریف نگاه کنیم به مسائل. وقتی چیزی ممنوع میشه مطمئن باشید خود خداوند اولین کسی بود که چیزی رو ممنوع کرد و در واقع خاص ما بدانیم چیزی که ممنوع میشه بیشتر متقاضی پیدا میکنه. پس الان این سریال خیلی دارن میبینن، دارن خیلی هم حالا بگیم غیر قانونیه، نمیدونم چیه، دارن میبینن، ولی متخصصین وظیفه‌شون رو ببینن و خواهشم اینه وقتی میبینن جانبدارانه به عنوان یک ملیت با قضیه برخورد نکنن. ببینید یک زمانی روانشاد همواره زنده علی حاتمی رو محکوم میکردن به اینکه تو در سریال مثلا چه میدونم امیرکبیر تحریف تاریخ کردی. ببینید دیگه ما بزرگتر از امثال علی حاتمی ها و نمیدونم داروش مرچی ها که نداریم که. کدوم یکی از این بزرگان گفتن ما تاریخ نویسیم؟ اینا فیلم سازن. الان یک فیلمی ساخته شده توسط یک کارگردانی که اصالتا فلسطینی امریکاییه و با یک کمپانی که اسمش MBCه که هممون تو شبکه‌های در واقع ماهواره‌ای داریمش، انواع اقسام ماهواره‌های در واقع شبکه‌های MBC رو داریم که خودش اولین مشورتشو از ITV و BBC انگلیس گرفته و بعدش هم داره از دراماتورگ‌های در واقع مصری، ترکیه‌ای، لبنانی، حتی عراقی، سوریه‌ای و در واقع اماراتی و عربستانی داره استفاده میکنه. سرمایه‌گذارش هم عربستانه و اکثر حتی میتونم بگم یکی از دفاتر اصلیشون سالهاست در بیروت، یکی از دفاتر دیگرشون
در امارات، یکی از دفاتر تجهیزاتشون باز در مصر. میدونید که مصر همواره سینمای اول رو در دنیای عرب داشته و الان بسیار پشتوانه خوبی برای MBC و از طرف دیگه 2 تا هم که خب دفتر در خود جده و در واقع در یه شهر دیگه از یا مدینه، اگر جده یا مدینه نمیدونم، 2 تا از شهرهای خود عربستان داره که در واقع اون اسپانسری اصلی هستن. این یه کمپانی هست، کمپانی برودکاستینگ هم، فیلم دارن، خبر دارن، نمیدونم انواع اقسام چیزا رو دارن. خب و دارن برای خودشون تلاش میکنن. این یه چیز خیلی قطعیه. اگر فرض بفرمایید ما میایم بحث مغالطه رو پیش میکشیم، خب این مغالطه ها رو هنری ببینیم، وگرنه همه میدونن مثلا مغالطه‌ای که اینجا صورت گرفته، حالا داستان رو نمیخوام بگم، اصلا کاری به این ندارم چون من اصلا قرار نقد کنم، اصلا من میخوام یه جنبه‌های دیگه از این فیلم رو برای شما بگم. مثلا داره یه روایت رو حتی به لحاظ تاریخی غلط عنوان میکنه، میدونید، بعد خیلی شبیه شده به معاویه و حمله هاش به یکی از سرداران خسرو پرویز. خب خیلی شبیه شده، با یک سرچ ساده میتونید اینو پیداش بکنید. و اصلا چرا داره معاویه دقیقاً جاهایی رو میره که خسرو پرویز داشته میرفته. خب اینا به لحاظ حالا تاریخ شناسا باید دنبال بکنن، چون رشته من نیست. من با یک مثلا سرچ میبینم دقیقاً کاری که این کرده، مثلا حالا نام فلان مثلا فرمانده خسرو پرویز هم این کار کرده. خب میشه یک تاریخدان بیاد اینا رو به ما منشأ بده. دارم میگم تاریخدان، چون با تاریخدانایی که دارن این فیلم رو نگاه میکنن و ایرادای چه میدونم عجیب غریب هنری میگیرن، تو وقتی هنرمند نیستی هنری نگاه نکن، تاریخی نگاه کن. عیبی هم نداره، بگو قراره که یک فیلم تاریخ رو نگه. یک فیلم اساسش حدس و گمانه. باز من اشاره میکنم به استانیسلافسکی. اصلا حدس و گمانی که استانیسلافسکی رو گفت برای هنر ما فهمیدیم یعنی چی؟ یعنی همین مبنا و اصول هنر بر اصل حدس و گمانه. خب و این اصل و گمان ها محتمل و ممکنن، اصلا قرار نیست حقیقت مطلق باشن. هیچ انسانی حقیقت نیست. پس خواهش میکنم مبناها و تعاریفی رو که ما داریم توی این تیوب ها میگیم، همینجوری با هم دیگه عبور میکنیم، دوستان میان نگاه میکنم. من نه واقعا میگم نه لایک میخوام نه سابسکرایب میخوام، ولی حداقلش اینه که بدانید وظیفه یک فیلم در فیلمسازی، وظیفه یک سریال در سریال سازی به هیچ عنوان تاریخ گویی نیست. خب هیچ وقت هم در هیچ جایی خود این کارگردان فلسطینی امریکایی که این فیلمو ساخته ادعای تاریخی که نکرده، یه فیلم ساخته. خب قطعا این فیلم بر روی مردم تاثیر میذاره و قطعا داره اسطوره سازی میکنه و قطعا یک سری ریشه‌های قهرمان سازی داره. اصلا ضد سینماست، بخاطر که سینمای قهرمان سازی سینمای یکسویه است، سینمای قدرتمنده، سینمایی که مغالطه یکسویه سازی داره، سینمایی که مغالطه قهرمان سازی داره، سینمایی که مغالطه در واقع تحریف تاریخ از طریق ابزاری دیدن یک شخص به جای یک شخص دیگه داره، یعنی یک شخص رو میاره جای یک شخص دیگه. و ما خب شاهدیم در خاورمیانه در متاسفانه 20 سال اخیر خیلی از مسائل تاریخی ما نابود شده و خب وقتی یک مسائل تاریخی نابود میشه، اسناد نابود میشه، خب قطعا قرار تحریف تاریخ صورت بگیره و چیز عجیبی داره صورت نمیگیره که امر سیاسی است. من متاسفم برای دوستان سیاسی که میگن بازیگران سیاسی، یک صحنه است، یک تئاتر سیاسی است. نه دوستان من، این واژه ها رو خواهش میکنم توی سیاست به کار نبرید. سیاست مبناش دروغه و البته باید هم باشه، مبناش انتشار باید هم باشه، مبناش وایرال کردن یک در واقع هزاران خبر به جای یک خبر واقعیه و باید هم باشه، باید باشه. چون در سیاست ما داریم از یک ملک دفاع میکنیم و قرار نیست که یک کسی که شخص سیاسیه خب بیاد واقعیت ها رو بگه، چون واقعیت هایی که یک سیاسی میدونه رازهای یک مملکته. پس بنابراین ما از سیاستمدارانمون انتظار راستگویی نداریم، ولی حداقل دیگه نیان مثلا من میبینم یک منتقد سیاسی میاد میگه این یک بازیگر سیاسیه. چی گفته بازیگر سیاسی؟ بازیگر یعنی چی؟ بازیگر دروغ نمیگه، بازیگر یه امر محتمل نشون میده، یه امر ممکن نشون میده. تو داری دروغ میگی، تو داری یک جایی از حقیقت رو میگی، ما بقیه‌شو ماسمالی میکنی، یه چیزی رو بهش میچسبونی تا در واقع روایت‌های خودت رو به وجود بیاری، تکثیر کنی یه روایتو، نذاری کسی به منبع خبر برسه، نذاری کسی به اصل خبر برسه. و ما میدونیم وظیفه تو اینه و اصلا تو رو شماتت نمیکنیم برای این قضیه، ولی اونجایی که وارد حیطه هنر میشه خب غلطه دیگه. این یک تئاتر، تئاتر نیست، اصلا تئاتر سیاسی نیست. تئاتر اصلا مسئلهش سیاسی است، تئاتر مسئلهش انسانه. یک قسمت کوچکی از زندگی انسان که البته الان قسمت بزرگتری شده، خیلی هم بزرگتر شده، تا جایی که خیلی از هنرمندان میگن کسی که بگه من سیاسی نیستم اصلا آدم نیستم، کاری ندارم، اونم به نظر من افراطی نگاهش. خب ولی به این دقت بکنیم، یه قسمتی از زندگی انسان سیاست. انسان باید باشه که سیاست باشه دیگه، درسته؟ انسان نباشه دارید واسه چی دعوا میکنید؟ واسه انسان دیگه ها. پس انسان باید باشه، حالا همون تعداد که شما میگید خودی شماست، همون تعداد که باید باشن، بازم انسان ها، فرقی نمیکنه که. پس ببینید شما میتونید مقالطه های مختلفی رو ببینید. آقا
مغالطه حزب انتخابی خانم، مغالطه حزب انتخابی که تو این کار داره صورت میگیره خیلی زیاده، خیلی زیاده. جنگ‌های مهمی درش دیده نشده، شخصیت‌های مهمی خیلی راحت از کنارش رد شده. خب اومده به بعضی از چیزایی که حالا برای شیعیان مقدس بوده رعایت نکرده. سینماشه. خب مسیحیان این کارو نمیکنن، ما اینو داشتیم، حالا اونو دارن تابو شکنی میکنن. خب ما اگر این کارو بکنیم اتفاقا میریم آب تو آسیا به اونا میریزیم، چون یه عده‌ای از ما میگن حالا چی شد مثلا فلانی رو نشون داد، حالا چی شد، در صورتی که ما باید حساسیتامون رو کم کنیم و خطرات این حساسیت‌ها رو بدونیم. حساسیت‌های ما اینه که اصلا ما جنبه‌های هنری این سریالو که بسیار جنبه‌های هنری ضعیفی داره داریم مثلا راجعش حرف نمیزنیم. من 4-5 قسمت از این کارو دیدم، به راحتی میشه فقط در هدروم هزاران غلط گرفت، در نقطه کاشتن دوربین میشه هزاران غلط گرفت، در پیوویا میشه هزاران غلط گرفت، در حتی یک سربازهایی که میایستن این خم میشه اون یکی خم نمیشه، این سلاحشو داره میلرزونه اون یکی داره نگاه میکنه اون یکی داره نگاه نمیکنه، چیدمان ها غلطه، حرکت دوربین غلطه، یه پن سادهش غلطه. ببینید MBC شوخی نیست. MBC یک کمپانیه که این سریال رو با 100 میلیون دلار ساخته و پر غلط‌های هنریه. درسته ما هم از این اشتباهات داریم، ما میایم طرفو نشون میدیم تیر تو گردنش میخوره پشتش میخوره بازم میره شروع میکنه به حرف زدن. عیب نداره ما اینا رو هم بگیم اونا رو هم بگیم آقا به لحاظ هنری اصلا ما کاری نداریم، ما به روایات کاری نداریم. نیاییم اینقدر بگیم تاریخ خودمون ملعبه دست تاریخ نکنیم، چون این تاریخ اوناست. به ما چه که اون تاریخو چجوری میخوام بنویسن، ما میتونیم بهتر از اونا بنویسیم. همونطور که داریم این کارو میکنیم، ما هم داریم خیلی سرمایه گذاری رو بعضی از سریال ها میکنیم، ولی بیایم به لحاظ هنری مطرح کنیم. کاملا معلومه ما ببینیم مغالطه داریم بر سر حد وسط. حد وسط یک معنا رو بگی برو جلو، معاویه آدم بزرگی بوده همونجوری باش برو جلو، اصلا دیگه ایراداشو نشون نده، اصلا اشکالاشو نشون نده، اصلا مسئلهشو در جنگ صفین تقلیل کن، اصلا در اون جایی که میاد با در واقع پسر عمر عثمان و در واقع ابوبکر صحبت میکنه به هیچ عنوان خبری از فرزندان علی نیست و خود علی اصلا انگار نبوده و خیلی از این مسائل تقلیل گرایانه داره برخورد میکنه. سینماشه. خب اگه اینقدر ساده ما بیایم بگیم سینماشه و ما هم بیایم فیلم بسازیم، ببینید هنر مثل ورزشه، هنر کانالگوی زندگیه، ورزش کانالگوش جنگه. اونجایی که بشر میخوام با هم جنگ نکنن میرن ورزش میکنن، اونجایی که میخوام با هم دیگه در واقع فرض بفرمایید در واقع میخوام با هم دیگه زندگی های هم دیگه رو با هم دیگه نشون بدن، خب میان از سینما استفاده میکنن. یه چیز مسیره کاملا درسته. تاریخ دانی که میاد میگه مثلا چه میدونم چون دکورش آنچنانیه این شده تئاتر. آخه بگو تو اصلا میفهمی تئاتر یعنی چی؟ چرا از این کلمه استفاده میکنی؟ کی گفته چون دکورش شکوهمند تئاتره؟ چرا فکر میکنی هر چیز بزرگی یعنی تئاتر؟ اصلا گیریمش خوب نیست این فیلم، گیریمش مشکل داره. اصلا وقتی یک لانگ شات میگیره همه چی اوکیه، تا میاد تو مدیوم گیریما داره فریاد میزنه. اصلا من نمیدونم این همه، شما MBC رو مطالعه بکنید ببینید چه کمپانی گردن کلفتیه. بعد این همه ایرادای فیلمی داره این کار، همه گذاشتن که آقا چسبیدن تاریخ. کی گفته تاریخ سینما تاریخه؟ کی گفته تئاتر تاریخه؟ کی گفته اصلا هنر تاریخه؟ هنر چگونگی منطق ها رو نشون میده. خب عربستان با این سریالش داره منطق خودشو نشون میده. خب بیایم منطقاشو، دوستان فیلسوف ما که همتون چسبیدید به تاریخ بیاید منطق های این فیلمو بکشین کنار، ببینید عربا دارن چجوری نگاه میکنن به جهان، در ورزش دارن چجوری اسطوره سازی میکنن، دیگه نیازی نیست من بگم. در دنیا با تبلیغاتشون چجوری دارن اسطوره سازی میکنن، در صنایع هوایی و تکنولوژی، در هوش مصنوعی. الان همین MBC هوش مصنوعیش مال اماراته، تجهیزات اصلیش مال لبنانه، اصلی ترین نورپردازا و چوچه‌هاش مال در واقع و استودیو گردوناش مال مصر. ببینید اصلا کمپانی شوخی نیست. نیایم اینقدر فکر کنیم که مثلا حالا، ولی بیایم اشتباهاتشون رو بگیم چی شده که اینقدر اشتباهه. ببینید وقتی تعصب میاد چه در ما چه در دیگری میشه یک سریال 100 میلیون دلاری که حتی سربازا سیاهی لشکراش واقعا سیاهی لشکرن. چون ببینید من اصلا از کلمه سیاهی لشکر بدم میاد، ولی تو این سریال واقعا سیاهی لشکرن، چون حتی بهشون گفته نشده تو برای چی اونجایی. وقتی دو تا سرباز این ور اون ورن، یکی داره تکون میخوره یکی نمیخوره، در صورتی که باید هر دو بایستن و سربازانه مقتدر به جلوشون نگاه کنن، اما این بهشون گفته نشده. مثلا فلان سریال ما که سربازای تفری رو می آوردن گرسنه و تشنه نگرشون می‌داشتن. خب این یعنی چی؟ این یعنی
حقارت یک کمپانی، نه کمپانی مثل ماهایی که کمپانی نداریم در سینما. ما چند تا تهیه کننده داریم با جانفشانی دارن کار میکنن، حالا چه سینماشون خوبه چه بده، به من چه، من که قاضی نیستم. اما اونا کمپانی دارن. ببینید MBC کمپانی درندشتیه و بعد میاد این سریالو میسازه. شما به راحتی با یک نگاه میتونید بگید که آقا جان این سریال داره شیطان سازی میکنه. همون گونه که قهرمان سازی میکنه شیطان سازی هم میکنه. اگر درامه، اگر شما می‌نویسید درام، خب درام که شیطان نداره که. درام آدم‌ها خاکستریان، همونقدر که خوبن همونقدر میتونن تصمیم‌های اشتباه بگیرن. اتفاقا این اشتباه بعضی از سیاسیون ماست که فکر میکنن تئاتر باید بد و خوب نشون بده. خب برای همین هم از تیرشون به سنگ میخوره. اونا هم همین اشتباه رو دارن میکنن. تازه خیلی از ما عقب‌تر هم هستن، تازه 20 سال دیگه برسن به اشتباه امروز ما. بهتون قول میدم. یعنی این سریال نشون میده اونا 20-30 سال از ما عقبن. همین سریاله. خب دارم اینو راحت میگم دیگه، دارم ضبط میکنم اینجا براتون که بگم اصلا با همین سریالشون نشون دادن 30-40 سال از ما عقبن. از همین سریال غلط ما ها 30-40 سال عقبن. باز ما داریم مضامین اجتماعی رو خیلی بهروزتر نشون میدیم، اینا دارن هنوز میخوان اسطوره سازی‌های گذشتهشون رو بکنن، اونم چی با جابجایی آدم‌ها که در تاریخ معلومه که اصلا یادم کی به دنیا اومده، کی خلافت گرفته. اون جایی که شما میگید این گرفته قبلا کی گرفته بود، چرا اصلا این باید بره اونجاها، چرا باید طبق نقشه فلانی بره. همینو معلومه. من که تاریخ‌دان نیستم، یه تاریخ‌دان بیاد راجع به این حرف بزنه. اما میتونم بگم که بازی‌ها غلطه. میتونم بگم که دست‌ها همه آویزونه از بدن. میتونم بگم که اکثر در واقع تصاویرش بسته است به خاطر که اصلا اینا دست پا نداره. اما انصافا باید گفت عجب گفتار خوبی دارن، عجب زبان زیبای شعرگونه‌ای دارن، عجب جذاب حرف میزنن، چه رتوریک اعلایی دارن. چرا به این اشاره نکنیم؟ چقدر قشنگ این زبان، چرا نگیم؟ ولی بازیگر نیستن. خوب حرف میزنن، خوب، یعنی کاملا دارن اون حالت عالی زبان غزلگونه عربی رو نشون میدن. بسیار جذاب حرف میزنن. یادتون باشه درام در اروپا هم شعره. درام اون چیزی که امریکایی هم راش انداختن بعدن شعر شد. درام شعره، ولی شعری که باید بر زبان بیاد، جذاب گفته بشه. چقدر زیبا حرف میزنن همشون، اما فاجعه است همه چیشون. لباساشون شکوهمنده، دکوراشون شکوهمنده، و چه فایده؟ چه فایده؟ چیزی که باید به اونا جان بده بازیگراش خوب نیستند. اما وقتی شمشیر زنی میکنن معلومه شمشیر رو بلدن. مثل فیلم های ما نیستن که طرف میخوام بگن یه خانومیه که کشاورزه و خیلی هم شیرزنه، یه تبر دستشه و تبر اشتباه دستشه. بابا کوه تو چش روبرویت میبینی توی معاویه، کاهو تو چش خودت نمیبینی؟ ببخشید برعکس، کاهو تو چش روبرویت میبینی، کوه تو چش خودت نمیبینی؟ این همه سریال اشتباه داری نشون میدی که طرف تبر گرفته دستش، یعنی یک شیرزنیه که تبر میزنه اما تبر غلط گرفته دستش. ببینید ما نقد کنیم، ما نیاییم بگیم تاریخ، چون بالاخره سینما کار خودشو میکنه، سینما تأثیر میذاره. نیاییم بگیم که تاریخ داره خب بله اینا مغالطه است، انواع مغالطه است. مغالطه در لفظ مبهم. ببینید یه جایی رو چقدر مبهم حرف میزنن، یه جایی رو سهم تاریخی یه سری آدما رو کاملا از بین میبرن، کاملا از بین میبرن. یعنی با یک ابهامی و با یک گندگویی هایی خب میان چیکار میکنن؟ مغالطه رو به وجود میارن که اصلا شما فکرت نرسه که در اون زمان حالا این آل قریش فاطمه نداشته، علی نداشته، حسنی نداشته، حسینی نداشته، اصلا اون رو نبودن تو تاریخ. اینقدر گندگویی میکنن، اینقدر حوادث رو گنده نشون میدن، اینقدر خودشون رو بزرگ میکنن، اینقدر. بچه‌م یادتون باشه دوستان من، بذارید این کارو بکنن. منفی در منفی که خودش یک نوع در واقع مغالطه است. در مسئله به نام ریاضیات میشه مثبت، ولی در فلسفه نمیشه مثبت. من یه کار منفی رو اگه با یه کار منفی دیگه بخوام پوشش بدم، اون کار رو درستش نکردم، بدترش کردم. میگن یه دروغ میگی، بعدش مجبور به خاطر اون دروغ چیکار کنی؟ 100 تا دروغ دیگه بگی تا اون یه دروغ رو توجیه کنی. پس منفی در منفی در لوگوس، در منطق، خب خودش ایجاد مغالطه میکنه بله، ولی نمیتونه ره به جای درست ببره. به راحتی از این مغالطه داره استفاده میکنه. ولی یادتون باشه مغالطه کمپانی در واقع قدرته. ما مغالطه ثروت داریم. میبینید به جوک یک ثروتمند همه میخندن، به زیباترین داستان شما هیچ کس گوش نمیکنه، چون پولتون کمه، چون نمیتونید برطرف شغل پیدا کنید، چون نمیتونید برطرف کاری رو انجام بدید، چون نمیتونید برطرف یه قدم بردارید. ولی کسی که یه قدم براشون برمی‌داره بی‌نمک تا اینجا که بگه واقعا میش میخندن. به قول مولا نصیری میگه واستین نو بخور پلو. ها؟ واقعا برش میخندن.
و بعدش هم حوادث رو به گونه‌ای بهش ریاضیات میدن که ریاضیات تاثیر رو هم میزنن. اینا مغالطه است، مغالطه هندسیه، بی‌نظیره. خیلی خوب دارن استفاده میکنن، تصاویر رو دارن کنار هم میچینن، چون ببینید تهش میدونن میخوان چه جوابی بدن. میخوام بگم ما داریم سریال میسازیم. ما ببخشید آقای معتضدی که نذاشتیم بیا تاریخ رو بگه، ها، یا حالا فلان کسک دیگری رو که بعضی بیشتر دوستش دارن، خود منم همینطور. ما تاریخ کو که نذاشتیم، که ما داریم سریال میسازیم. سریال یک امر هنریه. خب بچم ببینید یک امر محتمل به وجود میارن که اینو وابسته به قبلی و بعدیش میکنن و شما میگی درسته، در جای خودش درسته. یعنی چی؟ یعنی یه منطق اولو میگن، خب بعد از اون یه نتیجه میگیرن و بعد از اون نتیجه به یک نتیجه دیگر میرسن. شما میگی همه چی درسته دیگه. من میگم این سیبو میندازم تو پرتقالگیری، آب پرتقالو میارم به شما میدم. خب آب پرتقال داری میخوری، پس حتما اون سیبه آب گرفته نشده، اون مابینش پرتقال بوده، پرتقال گرفته شده، در صورتی که کل قضیه مغالطه است. تو سیبو بندازی اون تو، بالاخره اون پرتقال هم اگر توش بوده باشه مزه آب سیب میگیره. خب تو نمیتونی به یک امر قبلی وابستهش کنی، یه امر بعدی هم بهش بگی هم نجش بده پس درسته، چون اول آخرش درسته پس من یه پرتقال رو آب گرفتم. خب ما که دیدیم سیب بوده که. خب و داره به راحتی از این مغالطه استفاده میکنه و بسیاری مغالطه‌های دیگر. من استدعام اینه دوستان، یک، اگر میخواد یک فیلمی رو نقد کنید، اگر میخواد یک سریال رو نقد کنید، اگر میخواد سیاست رو نقد کنید، اینقدر راحت از کلمه‌های هنری استفاده نکنید. هنر در ذاتش اصلا قرار نیست قضاوت بکنه، قرار نیست آدم بد و خوب نشون بده، قرار عمل بد و خوب نشون بده. خب حالا در یه جای من بازم تکرار میکنم، میگن عمل بد و خوبم نگیم، بگیم تصمیم خوب و بد. بعضی هم باز اصلاح میکنن بگیم عمل تاثیرگذار و تاثیر نگذار. خب تو عملی باشه که نباشه که تاثیرگذاری و تاثیر نگذاریش معلوم نمیشه، پس اینا باز میشه خودش مغالطه، در واقع نتیجه در نتیجه. خب چون خیلی این بحث رو راحت میشه مغالطه کرد، چون ما کارمون علوم انسانی و ریشه های هنری داره، به راحتی میشه مغالطهش کرد. پس یکی این که متاسفم حالا این سریالا به نظرم با این ممنوع‌گرایی‌ها بیشتر دیده میشه. خب و بعدم هیچ کس هم راجعش حرف نمیزنه، مسائل هنریش دیده نمیشه. این همه غلط‌های بازیش، این همه گریم بدش، این همه راه رفتن غلطشون، دستاشون همه اینجوریه، انگار دستشون مرده است. میدونی چی میگم؟ بهترین لباسانشونه، بهترین دکور رو ساختن، گریما همچین زده بیرون که ببخشید اصلا نگید تئاتر، تو رو خدا این کلمه رو انقدر ملوث نکنید. کدوم تئاتری هم اگر برای صحنه کوچیک انقدر گریم بکنه، تماشاگر از تو صحنه پا میشه بیرون. شما از تا چی میدونید میگید تئاتر؟ تا چیز درشت میبینید میگید تئاتر. بسیار غلطه، ولی حرف زدنشون زیباست. خیلی خوب از زبان زیبای عربی دارن استفاده میکنن و واقعا زبان عربی زبان زیباییه، واقعا غزل زبان شعره. و یادتون باشه شاعرای ایرانی که زبان عربی بلد بودن شعرهای محکمتری هم گفتن. درسته شاید تاثیر شعرهای سریا بیشتر بوده، ولی شعرها به لحاظ وزن و عروض اونهای محکمتر بوده، حتی اگه وزن و عروض نداشتن در شعر نو که زبان عرب رو بلد بودن. این یه فصاحت در امر شعرگویی. حالا اونم باز من متخصصش نیستم، خود عزیزان راجبش حرف بزنن. از مغالطه به اینجا رسیدیم. یه چند تا دیگه مسئله مغالطه داره هنوز که دیگه نمیخوام راجع به این سریال حرف بزنم، چون به نظرم تا همینجاش هم اشتباه بود که اینقدر حساسیت نشون داده شد، اونم در رابطه یک سریال بدی که میشه واقعا گفت چیکار کردید شما با این هم پول. و بعد از طریق این همین قدم شجاعانه بشینیم مثلا سریال های تاریخی خودمون رو هم نقد کنیم، واقعا نقد کنیم، نترسیم، بگیم تو این همه پول داری میگیری این سریال غلط رو چرا داری میسازی؟ اصلا به چه دلیلی تو داری اینقدر نه بدن رو میشناسی، نه فرمول بیهوش کردن رو میشناسی، نه فرمول زدن رو میشناسی، نه ریورس ساده رو میشناسی، همینجور نشستید واسه خودتون پول زیاد اینقدرم راش میگیرید، بالاخره یکیش درست در بیاد. حالا خدا رو شکر راش هم شده دیجیتال و نمیدونم فول اچ دی و فلان، دیگه نیازی نیست که تو چیز باشه، یعنی نگران این باشه که راشات تموم بشه. پس برای همینجور بگیرید دیگه، 10 سال برید یک سریال بگیرید، همه چیزم غلطای نهایتا وای میسن حرف میزنن. و بعد مغالطه کلام با زبان زیباش داره هوشبری میکنه از همه ما. زبانش خیلی زیباست، خیلی زیبا حرف میزنه. مغالطه زبان کجاست؟ مغالطه یکی کلام جای زبان تصویر رو میگیره. دوستان من یک سریال، یک فیلم، حتی ما میگیم درسته میگیم سریال باید شنیده بشه، یعنی قصهش باید از طریق کلمات در واقع منتقل بشه، اوکی بحثی نیست. اما تصاویر چی؟ این میاد اونجا حرف میزنه، اون میره اونجا حرف میزنه، اون اینجا پا میشه میره اونجا حرف، روایت تصویری نداره، اصلا عملی درش اتفاق نمیافته. خب وقتی ما میگیم
نگاه نکنیم و حرامه، خب نگاه نمیکنیم، بعد میریم این هم چرت و پرت گفته میشه، بعد یه جوان ما میریم میشین نگاه میکنه، بعد نمیدونه اینو باید به لحاظ تاریخی مورد نقد قرار بده، به لحاظ چی اصلا قبول بکنه نکنه، بعد میگه چون اینا میگن ممنوعه پس من میگم ممنوع نیست. یعنی میفته توی مغالطه لجبازی که بلخص ما ایرانی‌ها درش بی‌نظیریم، حتی متاسفانه از خیش و قوم خودمون هم میگذاریم به خاطر لجبازی. آرزوی بهترین ها رو براتون میکنم. امیدوارم که مطلبم رو در رابطه با مغالطه که قسمت قبلیش رو خیلی ساده و روان چند تا تعریف ازش کردم اینجا ذره بیشتر باز کرده باشم. شاید یه قسمت دیگه هم راجع به مغالطه داشته باشیم. خودم این فکر رو میکنم. ما بقیش دیگه به نظرات شما عزیزان بستگی خواهد داشت. درود بر شما و به امید دیدارتون در برنامه بعد. ببخشید این برنامه من خیلی طولانی شد، دوست ندارم برنامه طولانی بذارم. میشه به راحتی میشه این فرمون گرفت رفت جلو تا 2 ساعت هم برنامه گذاشتم، اما واقعا آپلود کردنش سخته. روزگارتون خوش و بازم سال نوتون فرخنده باد.